سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز 19 ایون در خدمت شما. سیمومین یتیموف رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفت خدمات جاسوسی بعضی از کشورهای خارجی تلاش دارند اوضاع در تاجیکستان را ناآرام کنند. او روز 19 ایون در نشست مقاومت بر ضد تروریسم، اکستریمیسم و کروپسیا در دوشنبه گفت این خدمات جاسوسی زیر پوشش سازمان‌های غیر حکومتی در تاجیکستان فعالیت می‌کنند و حتی با جنایتکاران همکاری دارند. پوشش تشکیلات‌های غیر دولتی رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان از خدمات جاسوسی کدام کشور نام نبرد، ولی گفت که این کارها را ابرقدرت‌ها می‌کنند و با مراجعت به آن کشورها گفت از ناآرام کردن کشور خرد مثل تاجیکستان که جنگ شهروندی را پشت سر کرده است شرم دارند. دادگاه نظامی شهر دوشنبه عثمان علی غیرتوف، یک افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان را با گناه معیوب کردن همخدمت جوانش شهبال میرزویف به 9 سال زندان محکوم کرد. دادگاه روز 19 ایون گفت عثمان علی غیرتوف بر طبق 2 بند کودکس جنایی از جمله در خطر ماندن جان انسان و رعایت نکردن آیین‌نامه ارتش گناهکار دانسته شد. عثمان علی غیرتوف ماه مارس با شهبال میرزویف 22 ساله بدرفتاری کرده و سبب سخت آسیب دیدن گردن او شده است. بعد این دست و پای شهبال از حرکت ماند و حالا او در شفاخانه در خوجند طبابت میگیرد. پرونده شهبال یکی از پرونده های پرسر و صدا در تاجیکستان شد و بعد از این مطبوعات و حامیان حقوق از حکومت خواستند برای محو بدرفتاری در صف نیروهای مسلح بیشتر سعی کند. در تاجیکستان قیمت بنزین همین هفته 10 درم بالا رفت. گازپروم نفت تاجیکستان، عمده‌ترین شرکت نفترسان، گفت که با نظرداشت تغییر قرب پول آنها قیمت بنزین را بالا بردند. سعدالله بافایف، معاون دیرکتور گازپروم نفت تاجیکستان، روز 19 ایون بر رادیوی آزادی گفت افزایش نرخ با موافقت حکومت صورت گرفته است. عین زمان در تاجیکستان قیمت نوع‌های گوناگون بنزین از 4 سومانی و 80 درم به 5 سومانی و 25 درم میرسد. عمدتاً بعد از بالا رفتن قیمت مواد سوخت، قیمت دیگر مال و کالا نیز در تاجیکستان بالا می رود که این پیش از همه به همیان مردم کم بضاعت اثر می کند. و در دوشنبه روز 19 ایون محفل شعر فرزانه به شناخته تاجیکستان برگزار شد. در این محفل که در بنای اتفاق نویسندگان صورت گرفت، هواداران شعر فرزانه و ادیبان و زیایان کشور حضور داشتند. آوازخوان‌های معروف تاجیکستان نیز محفل شعر فرزانه را با ترانه‌های نوشته خود این شاعر گرم کردند. فرزانه که در خوجند به دنیا آمده است، ماه نوامبر همین سال 50 ساله می شود و عنوان شاعره مردمی تاجیکستان را دارد. با هم امروز می سازند، با هم فردا می آفرینند. یعنی ما را زیدرون موافقت هاست تا زن نبری که ما همینیم. تنها وحدت و همگرایی، تنها توحید بزرگ اهل ملت برای تاجیکستان ما کلید فردای با سعادت را می دهد. و اخباری از این هم بیشتر با ویدیوهای دیگر در وبسایت رادیوی آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم از صمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.